5 تا از هولناکترین پرونده های قتل و تجاوز در ایران. واقعا همچین افرادی هنوز هستن و چطور میتونن همچین کارهایی انجام بدن؟ پرونده تجاوز و قتل آتنای 7 ساله یا پرونده محمد بیجه، بزرگترین قاتل سریالی ایران، و یا عقرب سیاه، بزرگترین متجاوز ایران. بریم سراغ داستان. پسر همسایه بعد از تجاوز ستایشو کشت. 22 فروردین سال 95 بود که زن و مردی افغانی هراسون با پلیس تماس گرفتن و از گم شدن دختر 6 سالشون به اسم ستایش خبر دادن. با حضور مامورا در محله این مرد در خیرآباد ورامین، اون به مامورا گفت من 16 ساله که به ایران اومدم و به عنوان کارگر ساختمونی مشغول به کار شدم. دخترم برای خرید بستنی به مغازه رفت، اما نیم ساعت بعد وقتی غیبتش طولانی شد مادرش نگران شد و به خیابون رفت، اما انگار آب شده بود و به زیر زمین رفته بود. با این شکایت جستجو آغاز شد، اما هیچ اثری از ستایش نبود که نبود. 2 روز بعد در حالی که تحقیقات ادامه داشت و تصاویر ستایش تمام فضای مجازی رو پر کرده بود، پلیس پسر همسایه رو به عنوان قاتل بازداشت کرد. پسر 16 ساله که نمیدونست رازش چجوری برملا شده به قتل ستایش اعتراف کرد و در بازجویی گفت اون روز مشروب مصرف کرده بودم و حالت طبیعی نداشتم. دختر بچه رو تو خیابون دیدم و به بهونه اینکه با خواهرم بازی کنه به خونه آوردمش و به اتاق خودم بردم. بعد از اقداماتی که کردم اونو کشتم. از دوستم خواستم که برای بین بردن جسد به کمکم بیاد، اما اون حاضر به همکاری نشد. برای همین جسد رو تو اسید سوزوندم. با اعترافات امیرحسین موجی از وحشت در جامعه به وجود اومد. متهم در دادگاه کیفری استان محاکمه شد و به اعدام محکوم شد. سرانجام با اصرار خانواده ستایش، پسر نوجوان در 14 دی سال 96 به دار مجازات آویخته شد تا این پرونده جنجالی با قصاص قاتل بسته بشه. تجاوز 5 شیطان به یک دختر در پارک. اواخر خرداد ماه سال 401 دختری هراسون به همراه نامزدش به پلیس مرند مراجعه کرد و پرده از یه راز هولناک برداشت. اون در شکایتش به مامورا گفت که ساعتی قبل تو یکی از پارک‌های شهر با نامزدم بودیم. 5 تا مرد به ما نزدیک شدن و بعد اینکه نامزدم رو کتک زدن و اونو بستن، همگی به من تجاوز کردن و بعد هم پا به فرار گذاشتن. با این شکایت و پخش خبر در شهر موجی از ناامنی همه جا رو فرا گرفت. با حساسیت موضوع دادستان شهر دستور فوری صادر کرد و 1 روز بعد پلیس در یکی از روستاهای شهر 5 شیطان پلید شناسایی و اونا رو دستگیر کرد. بعد از دستگیری اونا به جرمشون اعتراف کردن و جزئیات حادثه شوم رو برملا کردن. بعد از دستگیری متهمان با دستور دادستان، متهمان در سطح شهر چرخونده شدن تا درس عبرتی برای دیگران بشن. قراره به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی بشه. بیجه متجاوزی که قاتل سریالی شد. اول مهر سال 83 مامورای پلیس پاکتشت موفق شدن جنایی ترین معمای ابتدای این دهه رو حل کنن و قاتل سریالی خطرناک کودکان رو دستگیر کنن. محمد بسیجه معروف به بیجه در اعترافاتی هولناک به قتل 20 کودک و مرد اعتراف کرد. اون مدعی شد به دلیل اینکه تو 11 سالگی مورد تجاوز یکی از آشناهاشون قرار گرفته، وقتی برای کار به کوره پزای خونه‌های پاکتشت می اومده برای انتقام به کودک‌ها تجاوز می‌کرد و اونا رو به قتل می‌رسونده. این قاتل خطرناک جسدا رو در کوره آجرپزی مینداخت و خاکستر و باقی مونده قربانی‌ها رو تو بیابون رها می‌کرده. بیجه در روز عاشورای سال 81 اولین قربانیشو که پسر 10 ساله بود کشت و جسدش رو رها کرد. چند روز بعدم با خونسردی در مجلس ختم کودک حاضر شد. اون بالاخره در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. تجاوز مرد رنگرز به آتنای 7 ساله. 28 خرداد سال 96 بود که مفقود شدن دختر بچه 7 ساله‌ای در پارساباد به پلیس اطلاع داده شد.
پدر دختر بچه در شکایتش مدعی شد که دستفروش و دخترش آتنا برای کمک همراه اون بوده، اما دختر وقتی که میخواسته به خونه بره در مسیر برگشت گم میشه. تحقیقات آغاز میشه و عکسای آتنا در تمام فضای مجازی منتشر میشه، اما خبری از اون نمیشه تا اینکه بالاخره چند روز بعد مامورا متوجه میشن احتمالا مرد رنگرز که آتنا در محدوده مغازه اون گم شده خبری از اون داره. مرد 40 ساله دستگیر میشه و اما ادعا میکنه هیچ اطلاعی از آتنا نداره. سرانجام چند روز بعد زن اسماعیل با پلیس تماس میگیره و از کشف باقی مونده جسد آتنا توی بشکه خبر میده. با حضور مامورا اون ادعا میکنه همسرش تماس گرفت و خواستار از بین بردن بشکه آبی رنگ شده و وقتی اونو برادر شوهرش به سراغ بشکه میرن با بوی بد و باقی مونده جسد آتنا روبرو میشن. اسماعیل که چاره‌ای جز اعتراف نداشت مدعی میشه دختر بچه برای آب خوردن به مغازه اون رفت و اون وسوسه شیطان شده، بعد هم اونو از ترس آبرو به قتل رسونده. با این اعتراف اون سرانجام در شهریور ماه همون سال به دار مجازات آویخته شد. عقرب سیاه زنها رو به بیابونای شهر می برد. وقتی اقدامات سیاهش رو شروع کرد در جنوب غرب تهران هیچ زنی آرامش نداشت. شایع شده بود که خفاش شب برگشته و هر روز یه زن از راننده پراید به جرم آدمربایی، تجاوز و تهدید به قتل شکایت میکرد. سال 86 شهر حاشیه تهران مثل رباطکریم و ارامین و اطراف شهر ری ناامن شده بودند. کم کم بعضی از زنای جنوب شهر تهران هم به صف شاکیان متجاوزی که به عقرب سیاه شناخته میشد اضافه میشدن و روز به روز به تعداد شاکی‌ها اضافه میشد. با ثبت بیشتر از 30 شکایت سرانجام مامورای پلیس آگاهی تهران عقرب سیاه را دستگیر کردند. صادق پسر جوان در تحقیقات به تجاوز اعتراف کرد، اما در دادگاه منکر اتهاماتش شد. متهم به اعدام محکوم، اما یه بار حکمش در دیوان عالی کشور نقض شد. بعد از این اتفاق تعدادی از شاکی‌ها با رسانه‌ها مصاحبه کردند و ابعاد جدیدی از اقدامات سیاه عقرب سیاه فاش شد. سرانجام با فشار رسانه‌ها و شاکی‌های پرونده که بیش از 30 زن بودند، صادق معروف به عقرب سیاه بعد از 3 بار محاکمه در شهریور ماه سال 91 در چهارراه نظام آباد تهران به دار مجازات آویخته شد. دوستان ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. میتونید نظراتتون رو کامنت کنید و برای حمایت از من سابسکرایب، لایک و شیر یادتون نره.